زیر باز صدایی که از اون جاز میخوره به گوشم هم باز تصویرات توی مغزم باز خبرهای پرهاشیه ساز و این زندگی کلن قافیه ساز برای ماست نگاهشون هم با منه برای لگد زدم به پیشرفت منه این زندگی قافیه ساز برای ماست نشستم تو خیابون یه پیرمردی وایساد نگام کرد بهم گفت این زندگی باخت داره سوخت داره مثل ما این هدف ادامه نده برو به کل برس از همون روز این حفاظی گوشم کردم در کل به هدف بی هدفم ادامه دادم باز هدفی که واسه من قافیه ساز میرم جلو قافیه رو کنار هم قرار میدم باز که بشه واسه من موسیقی قافیه باز رفتم نوک قله باز واسه من اتفاقات جنگال افتادی میخواستم به نوک قله برسم که یک دفعه دیگه برام یک دفعه دیگه از اون بالا ظاهر شد که بهم گفت جای تو اینجا نیست با یک لگد تمام تلاشامو هیچ پوچ کرد آشلاش کرد از این زندگی از همون روز از همون دفعه مثل یه اسب وحشی ساختم تاختم باختم من توی زندگی یافتم همیشه ولی اسب وحشی یه روز خسته میشه چون برای پرش از ممانه با سرعت باید بپره اسب ما خسته میشه باز دیگه افتاده باز دیگه داره جون میده باز اینجاست که یکی باید کمکش کنه به جای کمک کردن به اون شلیک کردن و انجام میدن باز زندگی ما همینه که داریم همین جوری به جای کمک کردن شکنجه کردن روی ما انجام میدن میرم لب پنجره برای نوشتن خاطرات مسخره بعد وقتی سرم پایین میبرم باز همه انگشتا روی من باز مسخره کردن روی من باز داستان ادامه داره چون همه اینجوری ادامه دار میشه همه حرفا مردم باز روی من باز میرم تو خیابون باز همه حرفاشون روی من باز میرم توی خیابون باز نقابمو میپوشم باز برای شناسایی نشدن از اشخاص گرگم باز همینجوری تا آخر عمرم خودم رو ظاهر نمی کنم باز